در افغانستان بعد کشتار 3 شهروند آمریکا در شفاخانه کنار کابل، چاره‌های علاوه‌ای امنیتی اندیشیده شدند. ناظر امنیتی که در شفاخانه گروه نصرانی ایالات متحده آمریکا با نام کیور اینترنشنال 3 نفر را به قتل رسانده است، بازداشت شد. این کشتار را موج نوی حمله ها بالای افراد ملکی خارجی در افغانستان عنوان می‌دهند. در ارمنستان ده ها هزار نفر از مجسمه یادگاری قربانی‌های کشتار دسته جمعی ارمنی‌ها در امپریای عثمانی واقع در یکی از تپه‌های یریون زیارت کردند. در این مراسم پرزیدنت ارمنستان سرژ سارکیسیان هم شرکت ورزید. سال 1915 بیش از 1.5 میلیون ارمنی به قتل رسیدند. ارمنستان این حادثه را کشتار دسته جمعی یا خود گنوسید می‌نامد. در پایتخت جمهوری چک شهر پراگ ملاقات در چارچوب همکاری‌های اتحادیه اروپا با همسایه کشورهای شرقی این سازمان برپا شد. پرزیدنت‌های ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، مولداوا و همچنان سرپرست مقام وزیر امور خارجه اوکراین اندری دشیتسا در این نشست حضور دارند. شرکت کنندگان این چهاربینی دو روزه میگویند صرف نظر از بحران اوکراین، روابط اتحادیه اروپا با کارشریکان شرقی تحکیم خواهد یافت. در شهر پیشور پاکستان زنان معلم و دانشجوی با تقاضای برابر حقوقی جندری یا خود جنسی گرد همایی تشکیل کردند. آنها تاکید نمودند که با بدرفتاری منصبداران حکومتی روبرو هستند. زنان میگویند آنها زیر فشار و دخالت سیاسی هم قرار دارند. در قرقیزستان نزدیک به 50 خادم اداره‌های فرهنگی در نزد بینای حکومت این کشور در شهر بیشکک اعتراضی دسته جمعی راه‌اندازی کردند. آنها مراسم رمزی دفن فرهنگ را دایر نموده ابراز داشتند که از سبب نداشتن دستگیری حکومتی در قرقیزستان فرهنگ با مرگ مواجه شده است. حاضرین پیشنهاد وکیلان مردمی را که می‌خواهند وزارت فرهنگ را اختصار کنند تحت تازیانه تنقید قرار دادند. در شهر شمالی بانوی وزیرستان شمالی پاکستان دسته فوتبال پاکستان با رقیبانش از افغانستان قوآزمایی کرد. منصبداران پاکستانی میگویند هدف از این چاره‌بینی تحکیم نظم و ثبات به واسطه جلب جوانان به ورزش است.